مقامات انتظامی روسیه میگویند یک زاده تاجیکستان را برای ترغیب عقیده‌های اسلامی افراطی و بالا گذاشتن ملت تاجیک از ملت‌های دیگر از حق شهروندی روسیه محروم کردند. دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی شهر کلش در چواشستان خبر داده است زاده 61 ساله تاجیکستان به افراطگرایی و همچنین دعوت به سرنگونی ساختی کنستیتوسیونی روسیه متهم دانسته شد. FSB یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه ویدیوی بازداشت زاده تاجیکستان را نشر کرده است که نشان می‌دهد ماموران امنیتی FSB او را زولانه در دست به اداره مهاجرت میبرند و در آنجا با امضای سند شناسنامه‌اش را از او میگیرند. در بیانیه آمده است مرد تاجیک در بین مردم اسلام افراطی را ترغیب میکرد. تاجیکان را برتر از ملت‌های دیگر مینامید که جنایت و هم تهدید به امنیتی ملی روسیه است. معلوم نیست این مرد در کجا چنین گفته است و نظر او را هم در خبر نیاوردند. مرد تاجیک در این شهر از سال 2011 کار و زندگی میکرده است. یک تحقیق کوتاه رادیو آزادی در وبسایت‌های رسمی مقامات انتظامی چواشستان نشان داد که تنها در سال 2024 سه زاده دیگری تاجیکستان را با اتهام افراطگرایی و یکی را برای دزدی از این جمهوری روسیه اخراج کردند. و در یک صحبت با شراف‌الدین گدایف، یکی از مخالفان دولت تاجیکستان در خارج، نخست پرسیدیم که هدف از این عملکردهای نمایشگرانه مقامات انتظامی روسیه در چیست؟ ببینید، همه کشورهای افراطی، کشورهای دیکتاتوری، یکی از وسیله‌های اداره کردن مردم و به هدف‌های خود رسیدن این به وجود آوردن یک فضای ترس است و این هم یک ابزاری به وجود آوردن این فضای ترس و برای طلا دادن شهروندان تاجیکستان به این جنگ روسیه به اوکراین است که میخوان صف مهاجران تاجیک را در این جنگ بیشتر سازند. البته این خیلی زیاد ما مشاهده میکنیم که به هر راه و واسطه شهروندان تاجیکستان را با این جنگ جلب می شود، کسی را با راه پول و دیگر راه هم مجبور میکنند یا در باغچه‌اش یا در ماشینش مواد مخدر میاندازند یا با تروریسم گناهکار میکنند، با یا این یا آن مسئله گناهکار میکنند. به هدف اساسی آنها به جنگ فرستادن شهروندان تاجیکستان است. شراف‌الدین گدایف همچنین گفت مهاجران تاجیک باید در این شرایط احتیاطکار باشند و فریفته مقامات روسیه نشوند. با هیچ وجه با جنگ به اوکراین راضی نشود، حتی برای آماده شدن ترک روسیه و از شهروندی گذشتن روسیه آماده باشد، چون جنگ روسیه فقط به خاطر قربان شدن است. نباید شهروندان تاجیکستان به خاطر هدفهای یک نفر ولادیمیر پوتین قربانی این حادثه ها شود. شما میتونید سمت مهاجرت، حیات و ممات زندگی شما مهمتر از هدفهای پوتین است. و ویاچسلاو ولودین، یکی از وکیلان مهاجرسیتز و رئیس دومای دولتی روسیه، تعریف کرده است که در نیم سال گذشته از این کشور 43700 مهاجر را بیرون راندند. او در کانالش در تلگرام از عملکرد میلیسا ستوده است که در مقایسه با نیم ساله سال 2025 بیشتر از 65% مهاجران کاری برای یگان قانون شکنی یا بهانه از روسیه اخراج شدند. دومای دولتی نیمه دوم ماه ایول طرح نوی کودکس مأموری روسیه را تصویب کرد که اجازه می‌دهد مهاجران یا هر خارجی دیگر را با بهانه‌های ناچیز از روسیه بیرون کنند. در این کودکس تا ماه ایول امسال 22 ماده برای اخراج وجود داشت، از جمله برای اتهام قاچاق مواد مخدر یا عبور غیرقانونی مرزی روسیه. در کودکس نو اکنون 45 ماده هست که دست مقامات انتظامی را برای اخراج بازتر می‌کند، از جمله برای پس زدن شأن اعتبار انسان در اینترنت، به هم زدن ترتیبات جمعیتی و بدنام کردن نیروهای مسلح روسیه. و قول ولادین سر از سال 2024 یا یکونیم سال گذشته برای تکمیل قانونگذاری مهاجرت به روسیه 32 قانون قبول کردند و تشبثکار بسیاری از آنها خود وکیلان دومای دولتی بودند. روسیه میزبان میلیون ها مهاجر کاری از جمله 1 میلیون نفر از مهاجران کاری تاجیکستانی است. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین در بسیاری از جلسه‌های دومای دولتی وکیلان مسئله مهاجرت را پیوسته در میان گذاشته در سرخط خبرهای روسیه قرار میگیرند. حامیان حقوق میگویند هر زمان که مشکلات داخلی روسیه زیاد می شود، قیمت‌ها مردم را به تنگ می‌آورند. وکیلان و مقامات مسئله مهاجرت را عمدن داغ می‌کنند تا افکار مردم ناراضی را به دیگر سمت برند. تلاش‌های اخیر هم برای به سمت دیگر کشیدن افکار عموم از جنگ ویرانگر در اوکراین است که ناراضگی مردم خود روسیه از آن بیش از پیش زیادتر می شود.